14 روش فوق‌العاده برای بستن بند کفش که کفشات رو متفاوت میکنه. گره خوششانسی. گفته میشه این گره شانس میاره. برای امتحانات و قرارهای عاشقانه عالیه. گره چینی. بند قرمز به علاوه گره چینی. ترکیب فرهنگ سنتی و مدرن. گره دولایه پیچ در پیچ. مدرن و سه‌بعدی. برای استایلای خیابونی بی‌نظیره. گره پاپیونی برای دخترها و کفشای سپید نازشون. این گره جذابیت خاص بهشون میده. گره اولین عشق، ساده، دلنشین و عالی برای استایلای 2 نفره. گره 2 رنگ. از 2 رنگ بند استفاده کن و کفشا رو منحصر به فرد کن. گره رنگین کمانی. یه ظاهر پر انرژی با بند رنگین کمانی مخصوص تعطیلات و روزهای خاص. گره قلبی برای زوجها خیلی جذاب و دوست داشتنیه. گره 2 ردیفه. بندها محکمتر میشن و یه استایل لوکس به کفشت میدن به همین سادگی. گره از اس شکل. با این روش منحنی اس شکل ساخته میشه. یه استایل متفاوت و خاص داره. گره دانشجویی. سریع، راحت، شیک. بندها محکمتر هم بسته میشن. گره قفل صلیبی برای ورزشکارا و پیاده روی های طولانی محکم و بی نقصه. و گره تک ردیفی برای کفشای ساده و تمیز. دقیقاً همون چیزی که میخوای. حالا که این 14 روش رو دیدی به هم بگو کدوم یکی رو با اولین بار امتحان میکنی. پس حتما این پست رو لایک کن، ذخیره کن، برای دوستات بفرست تا قلب قرمزم برای من بذار.